سلام شنوندگان عزیز، آخرین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. امروز 14 اکتبر 2020 سال است. خبرهای این ساعت را از مسکو شروع میکنیم. امروز در شبکه اجتماعی فیسبوک خبرها درباره از جانب مقامات حفظ حقوق مورد گفتگو قرار دادن مرکز تاجیکان که از جانب عزتمان تأسیس یافته است پخش کردید. از خبرهای پخش شده برمیآید که 14 اکتبر سال جاری دفتر کاری مرکز تاجیکان که رهبرش عزتمان میباشد و به حمایت حقوق و منفعت‌های مهاجران مهنتی مشغولند از طرف کارمندان پلیس مورد تفتیش قرار گرفته است. دستور گذراندن چاره‌بینی فوری جستجویی از جانب اجرا کننده وظیفه معاون سردار پلیس اوید به کارهای فوری سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر مسکو داده شده است که عکس این فرمان در صفحه فیسبوکی عزتمان گذاشته شده است. در فرمان دخلدار صادر گردیده آورده شده است که پلیس در دفتر به قول تأسیس دهندگان مرکز تاجیکان خلاف احتمالاً تبلیغ افراطگرایی دینی را انجام می‌دهد. به این اداره منتظم شخصان نامعلوم تشریف می‌آورند که احتمالاً شکل‌های رادیکال اسلام را پیروی می‌کنند، ادبیات اکستریمیستی را می‌آموزند و در قلمرو مسکو عمل‌های غیرقانونی انجام می‌دهند گفته می‌شود در سند. عزتمان باشد در واکنش به حالات به عمل آمده در صفحه فیسبوک خود نوشته است که دلیل آن که فرمان تفتیش دفتر کاری از بیرون داده شده است من از دقیقه اول ملاقات با کارمندان پلیس فهمیدم. در حال حاضر معلوم نیست که آیا کارمندان پلیس هنگام کارهای جستجویی در دفتر کاری عزتمان آن چیزی را که در فرمان احتمال آورده شده است پیدا کردند یا نه. همچنین در این مورد خبر رسمی از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه نیز در حال حاضر داده نشده است. ادامه خبرها رو مستقیما میشنوید و به موضوع دیگر میگذاریم. بنا به اطلاع استاد فوری مبارزه با سرایت کرونا ویروس، روسیه پروازها را با صربستان، کوبا و ژاپن از سر میگیرد. فرمان دخلدار را رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین به امضا رسانیده است. شماره پروازهای مستقیم محدود بوده. در یک هفته 2 عدد با هر یک کشور را در بر میگیرد. 2 پرواز به صربستان از مسکو تا بلگراد، همین مقدار پروازها از روسیه به کوبا، از مسکو به کایوکوکو و از مسکو به سانتا کلارا انجام داده می شوند. حرکت هوایی با ژاپن از 1 نوامبر برقرار می شود، اما با فرق از صربستان و کوبا از مسکو و ولادیوستوک روسیه به توکیو ژاپن هفته نه 2 پرواز بلکه 3 پرواز انجام داده خواهد شد. تصمیم برقرار کردن پروازها با صربستان، کوبا و ژاپن از جانب مقامات در اساس یک قطار معیارهای دو جانبه گرفته شده است. غیر از آن مقامات تصمیم گرفتند که شماره پروازها در خط سیرهای قبلا داده شده را زیادتر کنند. هفته 1 پرواز از سیوریخ به مسکو و بازگشت، اینچنین از مسکو به ژنو و بازگشت زیاد کرده می شود. مسکو برای انجام پروازهای دائمی از کشورهای آسیای مرکزی تنها به قزاقستان و قرقیزستان اجازه داده است که این هم در حالی است که میان مسکو و الماتا و بیشکک در یک هفته 1 پروازی صورت می گیرد. ولی بعد دوشنبه پایتخت تاجیکستان باشد پروازها از مسکو و دیگر شهرهای آن در یک روز تا 3-4 عدد پرواز انجام داده می شود که در این خصوص سفیر تاجیکستان در روسیه امامالدین ستارف و رادیوی مهاجر ابراز نظر کرده بود. اما با فرق از پروازها میان بیشکک و الماتا، پروازها به دوشنبه پروازهای مقرری نبوده بلکه پروازهای چارتری صادراتی می باشد که چون این پروازها در دوره پاندمی کرونا ویروس در موافقت با مقامات هر دو کشور موقتا راه اندازی گردیدند. در روسیه میمونه و خبرهای روز را شما مستقیما میشنوید. در مسکو طبق قرار شهردار سرگئی سابیانین بعضی مکتب بچگان با سبب پنهان شدن سرایت نو کرونا ویروس به تحصیلات فاصله‌ای گذرانیده می شوند. همین طریق طبق قرار رئیس شهر مسکو در دوره از 19 تا 1 نوامبر خوانندگان صنف‌های از 6 تا 11 مؤسسه‌های تعلیمی طریق فاصله‌ای تحصیل خواهند کرد. همزمان مکتب بچگان صنف‌های از 1 تا 5 بعد از با اخیر رسانیدن تعطیل 2 هفته‌ای به مؤسسه‌های تعلیمی برمیگردند و تعلیم را مستقیما ادامه می‌دهند. از 19 اکتبر خوانندگان صنف‌های 1،
5 مؤسسه‌های تعلیمی که برنامه‌های تعلیمی عمومی را عملی می‌کنند که وظیفه‌ها و صلاحیت اساسگذاری آن را مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر مسکو بر عهده دارد از سر گرفته می‌شود. تاکید شده است در فرمان سرگئی سبیانین. مکتب‌های خصوصی و ورزشی اینچنین تشویق کرده می‌شوند که درس‌های خوانندگان صنف‌های بالایی را با فرمت فاصله‌ای گذرانند. کار مرکزهای فراغتی کودکان و کلوب‌های ورزشی از 19 اکتبر تا 1 نوامبر منع کرده می شود. قرار مذکور در رابطه با مشکل شدن وضع پنجشنبه سرایت کرونا ویروس در شهر مسکو قبول شده است. در فرمان دخلدار معین کرده شده است که عملیات کارت‌های اجتماعی برای پرداخت نقلیات‌های جمعیتی برای خوانندگان صنف‌های از 6 تا 11 تا 1 نوامبر سال 2020 بازداشته می شود. آخرین تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. ادامه میدیم و از روسیه به قزاقستان میرویم. قزاقستان با نظر داشته وضع بدگردیدن اپیدمیولوژی بنا به سبب کرونا ویروس شماره پروازها با اوکراین، امارات متحده عرب، آلمان و بلاروس را کاهش داده است، گفت سردختور دولتی سانیتری این جمهوری ایرلان کیاسف. با نظر داشته وضع نامساعد اپیدمیولوژی سرایت کرونا ویروس در جهان با مقصد پرزور کردن نظارت در مرز و پیشگیری از واردات و پنجشنبه سرایت، مسئله تقویت چاره‌ها در مرز در رابطه با کاهش شماره پروازها از اوکراین، امارات متحده عرب، آلمان و بلاروس بررسی می‌گردند، گفته است سردار مرکز جمهوری سانیتری و اپیدمیولوژی قزاقستان ایرلان کیاسف. در قزاقستان در یک روز اخیر 83 حالت نوی سرایت کرونا ویروس ثبت شده است که شماره عمومی سرایت‌ها به 108984 نفر رسیده. شماره فوت‌ها باشند 5 نفر افزوده به 1776 نفر برابر گردید. از اول ماه اوگوست در قزاقستان 35234 حالت پنیومونیا یا خود بیماری شش دو طرفه شبیه به سرایت کرونا ویروس، اینچنین 373 فوت از آن به قید گرفته شده است. طبق معلومات کمیسیون بین دوروی، شماره بیماران از کووید 19 شفا یافته در قزاقستان از مرز 104,000 نفر زیادتر است. ادامه خبرها نظر نیز به اروپا میکنیم. اروپا در پس منظر اوج نوی گرفتاری به کرونا ویروس نظام یگانه محدودیت ها را درباره سفر داخلی به موافقه رساند و شرایط عبور مرزهای داخلی از جمله سیاحان را تغییر داد. در این باره اسوسیاسیون شرکت های سیاحی روسیه خبر میدهد. از جمله سخن درباره جاری کردن سیستمی به اصطلاح سویتفار می رود که طبق آن کشورهای اروپا وابسته به گرفتاری به کووید 19 به 3 گروه سبز، نارنجی و سرخ تقسیم کرده می شوند. همه معلومات در این باره در خریطه در سامانه یوروپا نقطه سیاحی پیشنهاد کرده می شود و هر هفته معلومات ها نو کرده می شوند. اما این طور برای سیاحان از منطقه های سبز و نارنجی محدودیت مقرر کرده نمی شوند، در حالی که آنها که از گروه سرخ و خاکستری کشورها وارد می شوند وظیفه دارند از قرنطینه 2 هفته نگذرند یا آزمایش کووید 19 را سپارند. همزمان قید کرده می شود که توصیه های قبول شده تنها به سفر در دوره اتحادیه اروپا مربوطند. محدودیت موقت سفر از خارج اتحادیه اروپا برای اکثر کشورهای سوم از جمله روسیه باقی مانده است. روز 19 اوگوست خبر داده شد که در اروپا قاعده‌های نوی ورود برای سیاحان پیشنهاد کرده شدند. مسئولان بخش سیاحی قرارگاه اتحادیه اروپا تاکید کردند که بستن مرزها و محدودیت سفر به برقرار کردن حرکت و گردش سیاحان مانع ایجاد می‌کند. از این رو امکان یک سنجش دوباره شهروندان خارجی برای کووید 19 بررسی می‌شود. دوام 10 دقیقه شما تفصیل مهمترین خبرهای آخرین تاجیکستان را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.